تو وقتی شکر کردن رو یاد نگرفتم در حیاتم برکتی زندگی وقتم سلامتیم خوشبختی ندیدم. فکر میکردم هر سحر میخستم فکر قرض چه پول کار کنم چیکار کنم حیاتم به چه حیاتم زندگیم نخشود یا که فکری که уже گذشته یا که فکری که ولی چیزی نشده است همون چیز به فکر میکردم که پگه چیزی میشده باشد پگه من چیکار میکرده باشم یا چیزی که уже گذشته و رفت همین چیز به هر فقط اهمیت میدادم. یک روز همه وقت بود که من گفتم уже من خودمون من مونده شدم همین خود رو بود بوی میخیزه چشمتم یک شوی دولت بیگونه و داکومنت پرابلم وای پرابلم این پرابلم همه خیلی خورد که ماینی سرمه من گفتم خودمون من نمیتونم دیگه уже یا خیلی فکرو در جامدگی بود که уже مثلا در فکروی بعد که خودکشی آدم خودش همه خیلی گم میکند که نمیدونه چیکار کند. همون وقتی که همه خیلی فکر غلطی آیت قرآن ویدیو دیدم آیت قرآن که خداوند در آیت قرآن میگه که شکر کنیتون در چیزی که من دادم من هوا زیاده میکنم. گفتم چی باشد این چیزی باشه گفتم بعد سونی کلام به فکر اومد که گفتم شکر گزاری کنیتون همه زیاده میکنم چی باشه گفتم سونی من همون وقت فهمیدم که من هر روز اتوماتم خودی رنگ روبوت بوی فکر میکردم که چیزی که مننده نیست است چیزی که مننده نیست است دیگه خداوند میگه که چیزی توینده بودگی و همون رحمت گمان به که من تو زیاده کنم تو نعمتی من دادگی و شکر گزاری نکردی که گفته خداوند من بفهمم که من چیم کوی بودم میفهمیدم. سونی یک روز یک ویدیو فرمت که دختر ثبوت بسن که تو چیزی اوسو داری و دختر میگه که اینوالید کلاس کشیده که دختر میگه که ارزوی من همین که خونی رفته عقد کنم و پای خودم خسته عقد کنم که افسوس من پوپلا و پوم کار نمیکنم پوچکش نیست است پوم کار نمیکنم میگه من نمیتونم خسته رفته عقد کنم ارزوی من همین میگه. همون وقت گیره کردم گفتم که خداوند من بخش بندی به گناهت بندی که شکر گزاری نمیکند. همون وقت یک تا دیگه ویدیو فرمت که یک بچه دیگه میگه که با اخی دست این اشاره میکند نه زبانش از گفت نمیتونه نه میشنود aynı دوست میگه که من یتیم میگه نه پدرم هست نه مادرم چند پدر مادرت هست من میگه نه میشنوم نه گفت نمیتونم تو گفت نمیتونی تو شنیده میتونی. همین ویدیوهای دیدم که من گفتم ای خداوند من بخش بندی که چشمونش میبیند چشمونم میبیند گوشم میشنود گپ میزنم دستام کار میکنه من روچکی قپیده میتونم پوچکم کار میکنه همین نعمتی که خداوند داده است من شکر گزاری نکردم برای همین من دلم راحت نمیدید برای کی پول نبود برای کی وقت نبود برای کی من فکر میکردم که من در هیچ چیزم نیست دیگه از همه بایترین انسانی که چشمونش میبینه انسانی که نفس کشیده میتونه. خداوند نه هر یک انسان به چشم بینا داده است نه هر یک انسان به نفس کشیدن داده است نه هر یک انسان به داده است که پگه تو از خوب خیزی یک انسانایی هست که 25 26 متر اونجا از دنیا میگذرد دیگه ما هر فقط امکانیتی داریم که از خوب خیزیم. خداوند به رحمت گویم وقتی که چقدر بنده ناشکر بنده باشیم ما هیچ وقت بوی نمیشیم هیچ وقت دیگه ما آروم نمیشیم که وقتی که یاد میگیریم شکر کردن همون وقت حیات زندگی دیگر میشه. انسان قرض نمیشکند انسان ناامیدی میشکند. زندگی من همه خیلی پستی بلند دیدم که ناامید شدم. خداوند $85,000 قرضم های من اینا چه میتونم گفتم همه خیلی زیخ شدگی بودم چشمم میکشودم فکری قرض چشمم میپیچی فکری قرض نمیدونی چیکار کنی اونجا اند اولاد مادر فرزند پول سوندن تو اینجا اند خیلی قرضات هست نمیدونی چیکار کنی خودم گم کردگی بودم. یک روز گیره کردم و گفتم ای خداوند منی بندی به گناهت بخش ای خداوند رحم بکش گفتم. سونی یک تا ویدیو فرامد من به ویدیو که شیخ میگه که любой خیر قرضت هستمی پرابلمت هستمی любой مشکلیت باشد اگر خداوند بخشش پرس میگه استغفر الله گفته خداوند منو بخش خداوند منو بخش گفته بخشش پرس ببین چه حدا دیگه خیر میشه گفت. مالش گفتم سر کردم همینه بعد یک هفته دلم سبوکی حس کرد اون سبوکی که من یک وقت حس نمیکردم انا وقت دلم سبوکی حس کردم سر کرد. همون وقت سونی سبحان الله گیره کردم گفتم خداوند رحمت که بندی به گناهت شنیدی یک وقت دلم پر بود نمیدونستم چیکار کنم درد و غم خوردگی بود برای که اولاد به تو یاردم میکنی یک تا آدم یاردم میکنه که من اولانده دولت بیگناهنده امریکانده مادرم فرزندم یاردم میکنم همون وقت اوجه یاردم کردن نتونستی من دلم هفش زیخ شده بوده آدم همین فرزندش به پلیس سوند نتونه چه دلش آدم میخورد نمیدونم شما چه خیلی که من خیلی دلم هفش میخورم اكون زبونی با خودم کتی فهمون دوستم میفهمم دیگه خودم کتی ده سونی بعد یک تا باید فهمیدم استوری چه میشه زبون تو چی یک زنک $600,000 قرضش بود است $600,000 قرضش سبحان الله خداوند پوشید محکم کرد $600,000 یعنی من $85,000 من گفتم خداوند رحمت که بنده شنیدی خداوند رحمت که من میقدم میکردم که خداوند امیدم کنده شده بوده که من چه این پول میتیام من دیگه پولم نیست گفته فکر میکردم انا من باید فهمیده استوری فهمیدم زنک $600,000 قرضش بوده $600,000 خداوند باید قرضش پوشید فهم دوستامی باید ما ناامید نشد وقتی که قرضت باشد نمیدونی چه قرض دادی آدمو هایی که احتیام مولتر قرض داد وقتی که میخوای بعد به زندگی پسی بلندی دوستی باشی سر کن خداوند بخشش پرسید نه استغفر الله اگر هر روز خودت گناهکار کنی حیات زندگیش نمیفهمی
زندگیت نمیفهمی، نفس کشیدنت نمیفهمی، روزا چه گذشتگیش نمیفهمی. هر فقط میگفتم خودم که اگر من همون انسان بشه نمیکردم، اگر من همون کار به نمیرفتم، یا که من این میکردم، گفته همین کلمه اگر میگفتم حیاتم همین خیلی تیز گذشت. من نفهمیدم موندم چه حیاتم گذشت، چه روزم گذشت. من نفهمیدم خودم خوشبخت حس نکردم. من برای چی؟ برای که همین کلمه اگر من این میکردم این میموندم. نه، هر چیزی که در سری تو غلطید، هر کاری که شد باید شدنش دهکو قفا رفته نمیتونی. همین ساعت پیش رفته و سو قفا نمیرد. ها خطا کردم، ها فهمیدم، تمام. اول خطا کردگیت میتونی تنها درس گیری، بغیر از درس هیچی نه. همون خطا کردگیت ای کن چیزی خطا کردم، فکر کن که ها نش من خطا کردم دیگر من این کارو نمیکنم. گفته خودت بخشیدن دهکو، چند خیلی که خودت گناهکار کنی، گویا که من اگر این میکردم این میموندم. گفته همین قدر بدبخت‌ترین انسان شده میگرده، چه روزت گذشتگیش نمیفهمه. انسان همین کلمه اگر میکشد، زهر، این کلمه اگر زهر کی توی زندگی کردن نمیموند، زهر کی مقصد حیات شیرینیش نمیفهمه. خواهی شیرینی حیات همین دهنت از زبانت کلمه اگر گیرم پرتو نگو که اگر که من این خطا نمیکردم و خطا شد برافت، تمام. وقت پیش رفت است، که به پیش رفتن دکور، قفا رفتن دکور نه، خودت بخشیدن دکور. کی وقتی که خودت میبخشی زندگی دیگر خیر میشد. اون وقتی که خودت میبخشی میگه که ها خطا کردم، تمام، من دیگر این کارو نمیکنم. گفتم همین گپ زنی اگر کو ثانی بعد دیگر زندگی سر میشد. خودت بخش، کارو که دیگه ببخش. خداوند بخشنده، خداوند ناز میاد که انسانی که میبخشد. اشکمی خدا مویسر میکنیم، لیکن دلمو ایسامو میبرویم. از سبب همین انسان دلش زیق میشد. از سببی که دل گوشنه اشکم گوشنه باشد، تو اشکمت سیر میکنی. وقتی که دلت گوشنه باشد، تو دلت نمیدونی چه سیر کنی. دلت میگه که میفهموند که هی انسان من مونده شدم. تو فکر دنیای میکنی، تو فکر میکنی که چوبش من نگاه نکرداس، چوبش من که خیلی گپ زداس، اپوشتی شد میداوی، اپوشتی فرزندات میداوی، اپوشتی دنیا داویداسی، دنیا اتو گریختاس، اپوشتی پول مال که دنیا میداوی، مال که دنیا اتو گریختاس. چقدر از پشت پول داوی پول میگریزد، چقدر از پشت شوهر داوی شوهر میگریزد، چقدر از پشت زن میداوی زنت میگریزد، چقدر از پشت فرزندات میداوی فرزندای تو میگریزد. از پشت مال که دنیا ما پریدم داویدیم، از قلب خود موندیم. ما دلمو هم میگه که من نگاه کن، من همین جنده، من ایساد نبرور. وقتی که ما گیره میکنیم فکر میکنیم چوبه خیلی میشد، چوبه من زخم میشم، چون که دل خداوند ساخته. خداوند میگه که بنده من برگرد بنزدم، قرضدار شدی، دلش شکسته شد، رحم زده شدی، نمیدونی چیکار کنی. بنده من برگرد بنزد من. هر چیزی که تو میخوای که دلت آروم باشد، میخوای که پیسه دار شوی، میخوای که پول دار شوی، من میتونم به تو میگم، پروردگارت به تو میگم. وقتی که ما پول خواهیم نماز میخونیم، وقتی که ما پول خواهیم استغفار میکنیم، میگیم استغفر الله خداوند من بخش. یک روز ما چقدر گناه میکنیم، عیسی ما میبریم خداوند بخشش پرسیدن. برای همین حیات ما به دلمون ناآرامی میبیند. اون وقتی که برمیگردیم به نزد الله، انا وقت دل آروم شدن سر میکند، آروم میشد، کارات حل میشد. آدمایی هست که بعد صحبت کردن با وای انسانو با خودت باوری تگون میکنی. 26 بدرونده موزه این چیزا فهمیدم. یخی آدمای زندگیم به حیات ما میخواد آدمایی بودن که حرکتی من نمیکشتن، نه که من نمیفهمیدم. 26 بدرونده من یک وقت چشمم کور بود، من نمیفهمیدم که حیات من میخواد انسانا بوده است که گرد اطرافی من به انسانایی که نمیخواد پیشروی منه. مثلا میگفتم که انا من اینستاگرام شدم، من تیک توک شدم، من میخوام وقت دوستم، من میخوام آدمو هست وجه یا که بخواد دیگه پروژه گفتم که من این چیزا میخوام کردن، مثلا گفتم این چیزا نقل میکردم، این چیزا و آدمو میخواندم یک پیج کو میکنه تو چیزی ده کوره که باید حرکتی منه میکشتم. همون وقت من فکر نکردم، میگم تو چشم من نفهمیدم که یک انسان هایی که میبینه که تو دور نتانده من آدمی سک، آدمی که نسام دل سپاسوب آدم ده، آدمی که همین دستی تو مل چیز میبیود، حرکت کنی تو میتونی. خود همین انسان میبینه چی میکنه، بخیلگری میکنه، نمیخواد که تو پیشروی کنه، میخواد که چه میگشته کشت میزنی. بفهم دوست می گشته کشت حجاب کنی، حجاب دم میگه که میگه حجاب دم تو چخلات بودی از چخ شدی یا که یگون خطاب میزنه. من میخوام انسان که من حیاتم به و خوردم. مثلا همین ازی چیزی که من گفتم که سببش چی، سببش اون که مقصد یک چیز زندگی به حرکت که دوستی باشه، یک مقصد برای رسیدن میخواسته که باشی، همه انسان‌ها گرد و اطرافت جمع کن که انسان‌ها باشه که یک چیز یگون پروژه می، یگون بیزنس می دونتانده باشد. ممکن خداوند دلت یگون بیزنس دادگی، ممکن خداوند یک چیز دلت دادگی تو میتونی همون کارو کردن، میتونی. گرد و اطرافت می انسان‌ها هست که چه میکشد. برای کی ببینید که تو سپاسوب انسانی که عادت تو میبود همین کو تو انده میخه دوخت هستن، دوست می چند دوخت هست، دوخت تو چیکه چه میشه کروچی تو قوت همین چیز میتونی کده، میتونی باید آدمو تو میبیند. این همون انسان اطلاع چیزاش نیست، فکر و خیالش نیست، میخواد که فوکس دو نمیخواد پیشروی توی یگون دولت رفتن میخواهیم، لوبو یگون بیزنس شدن میخواهیم. آدمایی که وایش علمش کم
اصلا میگم علمش کم بودگی کتی مصلحت نکن ارزو حواسات تصمی انشالله ارزو حواسات میرسی نماز تخون استغفار یعنی استغفر الله گو خدا من بخشش کن خدا من بگو که خدا من یک انسانای در حیاتم پیدا کن که در حیات من بیور یک انسانایی که من تونم من بیزنس و بیزنس ایده که اومد از معنی سرم به من تونم همون چیزه مقصد زندگی بر реальный به مقصد بکنم همون چیز بیاد من حیاتم خدا من یادم کو خدا من الفتاح раскрывающий пути возможностей خدا من راحت بکشود любой راحت میکشود главный چند любой цена تصمیم دیگه دولت رفتن پولی نسخور کردن میکنی که من در همین 5000 تومان 500 تومان کار میکنم значит این همین دیگه کار کردن میتونم نه میتونی 20000 تومان کار کنی 30000 تومان کار کنی главный من اینجا دیگر کردن دکور برای که اینجا دیگر کردن دکور گرد اطراف دیگر کردن دکور فهمیدی وقتی که همین آدمی که بهش فهمده دیگر میشه کو تو میگی اونجا دیگر خیلی میشه تو میخوای که با بیزنس تو کنی شاید یک تا بیزنس تو بخیر باشد که ممکن 20000 دلار بیاره وای بیزنس تو ولی فکر کردن میشه که من همون میخواستم کردن اونجا میبینی که فلان میسادن انسان اونجا کدا وای چیزی که میخواستی وای دیگر انسان کار میدونی برای چی برای که دوها شد وای کار تو شیشتی برای چی برای که اگه تو اطراف گفت که تو نمیتونی تو زیاد کار دستتون نمیبیاد برای میخواد نه باور نکن فکر نکن که دستتون نمیبیاد دستتون میبیاد وای کار فهمیدی تو میتونی بچی نگاه میکنی همون در نظرت کلانتر میشه مثلا اگر ما فقط نگاه کنیم که فرزندامون جنگ کنیم میگیم که انا تو فبی تربیت گوش نمیکنی گفته هر فقط فرزند جنگ کنی فرزند بسیارتر گوش نمیکنه زیاد میشه و کم نمیشه همچون با شوهرم همه خیر شوهر تنها عیبش فکر کنه عیبش هست یگون کمبودیش هست همون کمبودیش تنها فکر کنه که انا تو بسیار پول کار نمیکنی که انا خیلی نمیکنی گفته هیچ جنگ کنی نبرات گابزنی تو ناز نمیشه بسیار جنگ و جوش میشه تو این هم خنوک میشه تو چه نزدیک شدن به شوهر چند قدر که همین مینوس شوهر فکر کنی همون مینوس زیاد میشه تو کم نمیشه میتونیم که ما همین چیزه دیگر خیلی فکر کنیم میتونیم کنیش نمیتونیم مثلا اینا ببین این دیگر رنگ این دیگر رنگ اما تنها همین رنگ نگاه میکنیم میتونیم که دیگر رنگ نگاه کنیم میتونیم این از مای دستی خودمون وابسته است چون که نگاه کنیم که خوشتومان گنده نه خوشتومان خیلی میکنه خوشتومان خیلی میکنه همون چیزی شدن میگه بچی ولیمانی تا میگیری ولیمانی همین چی مت همین چیزی به تنها نگاه میکنه همون چیزی شدن میگه اگر سن لبو انسان پاسی بلندی هست لبو انسان کمبودی هست لبو انسان وی کوری نازش هم هست کوری گندش هم هست اگر ما اهمیت تیم کوری نازش کوری نازش زیاد شدن میگیره برای که هر یکی بنده مو هر یک بنده مو انسانو با گناه هستیم به گناه انسان نیست است دنیاده الله سبحانه و تعالی در آیه قرآن میگه که چیزی که من تو دادم رحمت گو من همه چیز زیاده میکنم اما من مثلا انسانای هست که امیدی فرزند با امید فرزند و میشتاق میکنم آرزو میکنم که فرزند شود ما چیکار میکنیم فرزند جنگ میکنیم که انا تو اقبی عقل تو اخبات دیگه بگم نمیزنیم فرزند امیخی رفتم میکنه به تربیت میشه با تربیت گوی بچه‌م رحمت بچه‌م تعریف نمی تعریفات زیاد میشه بچه نقص میشه برای کی تو اوج خداوند رحمت میگوی که خداوند فاری فرزند دادگیش خداوند رحمت میگه که برای شوهر دادگیش آدمای هست که زنای هست که شوهر به میشتاق میکنن آرزو میکنن شوهر کنن آدمای هست که آرزو میکنن که خوشتومنش باشه آدمای هست که آرزو میکنن برای همین چند قدر که مثلا ما نگاه کنیم مثلا یک بولیت دیگه مثلا میگیرم من اونیت دوست میگم اقبای گنده اقبای میخی خوشتومن گنده شوم من که جمع میکنم شوم من اونو کی میبینی اونو خودت میبینی به خلاص خودت هیچ کی نیست همین فهم کی چند قدر که اونو میگه که همون گنده همون وای گنده نه تو وای گنده نه تو هوا انسان میبینی تو و انسان تول که مینوسش میبینی پلسش نه که لبو انسان کمبودیش هست لبو انسان نقضش هم هست گنده شما برای همین اگر خواهیم که زندگی ما دیگر شوی باید که خودمون دیگر کنیم من نگاهمون دیگر کنیم میخوایم که شوهر بمون نقش شود فرزند بمون نقش شود خوشتومن گرد و اطراف نقش شود باید که خودمون چیمون دلمون نقص کنیم فکر نقص کنیم نه تنها انسان مینوسش فکر کنیم نه انسان کمبودی داره هم نقص داره چقدر نقصش اگر فکر کنی همون نقص زیاد شدن میگیره لبو شوهر میخواد میشتاق میکنه آرزو میکنه که یک روز که مردک رحمت برای تو رحمت که تو مثلا یک نمیدونم انگور اوورد میخونه یک پروداکت اوورد می همین یک بار رحمتش شوهر یک بار که رحمتش از زمین زنش وای میخواد که دنیای چاپ کنه اما چه ما هر فقط مینوسش فکر میکنیم نه اگر چقدر نقصش فکر کنیم چقدر رحمت گوییم برای فرزند برای شوهر برای خوشتومن لبو کوری نقص دیگه شما رحمت گوییم همین چیز اهمیت اینکو همین چیز زیاد شدن میگیره